طوری این جذاب منه موزنین با آموزش ساخت فارم غذا که میتونیم با این فارم به راحتی مشکل غذاتون رو برطرف کنیم و دیگه میتونیم باهاش امرال به دست بیاریم. پس تا آخر ویدیو من رو باشین تا این فارم ساده رو از دست بدیم و بزنیم سراغ این ویدیو. خب شما وسیله‌ای که نیاز دارین یه دونه چست، یه دونه چست، یه هاپر و یه دونه لدر. حالا بهتون ببینم برای شروع یه دونه چست بذارین. 2 تا هاپر نیاز دارین. یه هاپر رو به چست وصل کنید. بعد یه بلاک دقیقاً جای پشت سر هاپر یه بلاک، هر بلاک خواستیم بذاریم. بعد یه دونه اسلب، هر اسلبی باشه مهمه، میذاریم روی هاپر. این بعدم بهتون توضیح میدم برای چی. بعد یه دونه دیسپنسر به صورت بزنیم خراب کنم. خب یه دونه دیسپنسر میذاریم پشت هاپر. بعد 2 بلاک از دیسپنسر میریم بالا. بعد دوباره به دیسپنسر یه دونه هاپر وصل کنیم. بعدش نیاز داریم به ترپتور. از ترپتور خواستین مهم نیست یا. بعد اول اینجا رو بپوشونید تا بتونید اینا رو بذارید. باید حالا اینجوری باید بشه، هر جور شد مهم نیست. خب بعد حالا اینو خراب کنید. بعد اینجا رو برای چی خواستین میتونید حالا با شیشه بهتره که ببینید چه اتفاقی داره میفته اون تو. با شیشه دور و برش رو چیز کنید، بپوشونید. حالا خب حالا ای بابا اصلا بازی لک شد، نمیدونم چرا. یه لحظه باشید تنظیمات اینش رو هم دست کنید که خواستم چی تست کنم. حالا باید اوکی شده باشه. خب بعد چون چست مثلا شیشه رو باز میکنه، چرا اشتباه گفتم، چست مشکلی با شیشه نداره و کلا چست رو باز. مثلا شما اگه مثلا این باز میشه ظاهر میشه، مثلا اگه شما بلاک سنگ بذارید یه چست رو نمیتونید باز کنید، ولی شیشه فرق میتونید باز کنید چست رو. بعد لاوا باکت رو بذارید اینجا و سرش رو ببندید، یعنی بالا سرش رو ببندید. بعد همچین چیز باید درست شه. بعد 2 تا ابزرور نیاز داریم که بهتون میگم میشه در میخوره. یه صورتشون باید به سمت این سمت باشه، یکی دیگه شون باید به سمت این بر باشه. حتی این صورت درست رو کار میکنه. بعد باید مرغ برین یا به صورت دستی با لدر نشوتون میدم، با لدر که نبخشید لید بسنگم لدر با لید. اینجا نمیبینمش چون نمیبینمش اینجا بخشید. بعد مثلا به صورت دستی بیاین اینا رو بگین یه بلاکی بذارین و ببرینشون داخل این فایل. حالا چون من کریتیو هم مثلا بهشون بگم چه جوری ببرین، میدونم یکم سخته ولی یه بار ببرین دیگه لازم نیست داره چند بار. بلکن به کی وصلی تو؟ خب وقتی مرغا رو گذاشتین تو از من بیشتر کنم. خب مثلا اینطور رو پر کنیم. یه لدرم بذارین اینجا همینجوری نمیم میشه درد میخوره. بعد مثلا عالی مثلا اینجا هرچند خواستین دیگه پر کنید 20 تا 10 تا جایی که گوشیتون میکشه. بعد مثلا منتظرین تا اینا حساب کنم لازم وای میسین تا اینا تخم بذار بعد دیگه تو سر دستی نشون بده. بعد
که اینا تخم بذارن. شما وقتی اینا تخم بذارن میاد اینجا و اینا تبدیل به جوجه میشه. وقتی که جوجه بزرگ شن با لاوا میمیرن و گوششون رو نشون بدم. مثلا به صورت دستی مثلا این اسپانگل کجا گذاشتم، مثلا بهش اسپانگ میدم. نکن اینا بزرگترشن میدم میخورن و اونجا گوششون غذا و پر رو میتونید باش بفروشین و اینا راست بیارین. خب جزاده من مرسی که تا آخر ویدیو من رو بودین. اگه دوست داشتین فارم بیشتری بسازم همین تو کامنت ها بگین و اگه دوست داشتین چنل رو ساب کنین. من برمیگردم تا ویدیو دیگه. شب بخیر.